سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیر خیرت؟ استاد بگویم، نجار بگویم، شاگرد بگویم، هر چی که دوست دارین. خلیفه میگه. صحیح است. نام بتون. نوید هستم از نوید. مزار شریف. خب. چند سال میشه اینجا دکان داری؟ تقریبا 9-10 سال شد اینجا هستم. آدم ماندهی. 10 سال. بله. چی جور میکنی؟ صندلی است، دروازه است، کلکین است. کلکین است. بله. امروز چی فروختی؟ امروز راست شو بگید تا میول داشتیم یک 15 دانه صندلی فروختیم. ماشاءالله. بله. 15 دانه. 15 دانه. از همسایه‌تان پرسان کردم یک دانه فروخته بود. شما خیلی خوب از 15 دانه رفت. بله بله. قیمت صندلی چند است؟ اینمی صندلی 80 تا 80 است، قیمت آخرش 500 روپیه است. چوب سفیدی است. همکاری میتونه به یک محترم و این کلان صندلی چند است؟ این یکی در یک است، قیمت از 950 روپیه است. 950. بله. از کدام صندلی ها فروختی خودت؟ از 80 تا 80 فروختیم، 70 تا 70 فروختیم، دونه است 450 روپیه است. 450. اون روز ما با یکی از با یک خاله گرفتیم 500 افغانی. 500ش کدامش است؟ 500 80 تا 80 است. 80 در 80 است. کلیکنا چند است؟ یک کلیکی مثلا نظر به اندازه شون دیگه. مثلا میلازه که جور کنیم اونجا. اونمو کلیکینی کلان که از 2002 است. چند است؟ چوب سفید است 2500 است. معمولا از چوب سفید استفاده میکنیم. معمولا چوب خار است یا کسایی که اقتصادشون ضعیف است چوب سفید استفاده میکنن. کارخانه کجاست؟ کارخانه پیش هتل الماس است. کوچه دوم زایدون فاروقی. پدر کسی است؟ بله پدر کلان. خودتون چند سال میشه؟ ما 27 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار زیاد تشکر. قربان تو. سلامت. شما در خدمت هستید. قربان.